امیدوارم حالتون خوب و عالی و خفن باشه. من میکائیلم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون یعنی پادمکس. ما از این به بعد قراره که توی هر ویدیو یه دونه از کامنت های شما رو شاد کنیم. بنابراین بریم سراغ کامنت شاد شده از ویدیو قبلی. مرسی که ویدیو رو تماشا میکنی، لایک میکنی و کامنت میذاری، دمت گرم. و اما بریم سراغ موضوع این ویدیو. توی این ویدیو قراره یه سری از فیلم‌های سینمایی ایرانی ولی ممنوعه رو بهتون معرفی کنم که توی ایران تماشا کردنشون جور. البته اینم بگم بعضی از این فیلم‌ها خارج از ایران ساخته شدن و حتی بعضیاشون کارگردانشون هم خارجیه، ولی بعضیاشون واقعا روایت خیلی خوبی رو دارن. بنابراین تماشا کردنشون خوبه. با ذکر یک موزیک بریم سراغ ویدیو. رفیقا همه جنگی فاز رضا پروانن، تا کسی نره بیاد یه نگاه چپ واسم. اولین فیلم لیستمون یه فیلم واقعا پرحاشیه و عجیب و غریبه. فیلم سینمایی شرایط به کارگردانی مریم کشاورز. اگه الان دلت بخواد یه جایی تو این دنیا باشی، دلت میخواد کجا باشی؟ هر جا که دلم بخواد. این فیلم محصول سال 2011 هستش. نویسندش هم خود مریم کشاورزه و بریم سراغ معرفی بازیگراش و بعدش هم خلاصه داستان. نیکول بوشهری، سارا کاظمی، سهیل پارسا و رضا سیسکو صفایی. خلاصه فیلمو بخوام بهتون بگم در مورد دو تا دختر توی دبیرستانه که تصمیم میگیرن به صورت غیر قانونی از کشور خارج شن و مهاجرت کنن و برن. البته توضیحاتی که من میدم اصلا اسپویل نمیکنه داستانو، نگران هیچی نباشید. خلاصه ای که من میگم همیشه همون خلاصه ایه که خود کارگردان منتشرش کرده. چرا این دوتا میخوان مهاجرت کنن و از ایران برن؟ به خاطر اینکه جونشون در خطره. و چرا جونشون در خطره؟ به خاطر اینکه اینا گیین. تصمیم میگیرن برای اینکه یه زندگی جدیدی رو با همدیگه آغاز کنن و یه سرنوشت درست و حسابی بدن به عشقشون، از ایران بذارن و برن. و اتفاقات حول محور رابطه این دوتا دختر رو ما میتونیم توی این فیلم به طور کامل مشاهده کنیم. مسلماً با توجه به فضایی که داره این فیلم متناسب برای هر سن و سالی نیست. بنابراین اگر خواستید تماشا کنید مراقب باشید. این فیلم توی ایران به طور کامل توقیف و داشتنش هم جرم محسوب. نقدای خیلی خوبی گرفته و جوایز درست حسابی رو هم تونسته تا الان بگیره. بنابراین اگر دوست داشتید میتونید تماشاش کنید. عاطفه حکیمی حاضر. بریم سراغ فیلم بعد یعنی سنگسار ثریا. نویسنده و کارگردان سیروس نورسته. ثریا، دو مرد عاقل و بالغ به تو اتهام میزنن که اعمال و رفتارت دروغ میگه. میخوام بدونم تو کارایی که این فیلم واقعا فیلم ارزشمندیه. اگر تماشاش نکردید حتما تماشاش کنید. فیلم واقعا جسوریه و به طور جسارتمندانه میاد حمله میکنه به یه سری از افکار تندروهای مذهبی. این فیلم محصول سال 2008. قبلا اگر می‌خواستی این فیلمو تماشا کنی خیلی دردسر داشت تا بتونی اصلا به دستش بیاری. البته اینم بگم که این فیلم اقتباس شده از یک رمانی که نویسندش فریدون صاحب جمع هستش و توی سال 1994 منتشر شد. و طبق گفته خود نویسنده رمان این اتفاق واقعی بوده. خانومی به نام ثریا منوچهری توی سال 1986 ثریا منوچهری با نقشه شوهرش به سنگسار محکوم میشه. مدت‌های خیلی زیادی کسی نذاشت این خبر از این روستا بره بیرون تا اینکه بالاخره گذر یه خبرنگاری میفته به این روستا و بالاخره یکی از خانم‌های این روستا که رفیق صمیمی ثریا بوده دهن باز میکنه. تمام اون اتفاق و نقض حقوق بشر توی اون دوره رو تعریف میکنه. اون خبرنگار این خبر رو منتشر میکنه و فریدون صاحب جمع میاد رمانش رو مینویسه. بریم سراغ بازیگراش بدونید که چه بازیگرایی داره. نقش اول این فیلم کسی نیست جز شهره آغداشلو. خودم خیلی صدای شهره آغداشلو رو دوست دارم واقعا. جیمز کویزل، موژان مارنو، پرویز صیاد، علی پورتاش و دیوید دیون از بازیگرای این فیلم خفن. خیلی دوست دارم تک تک فیلمایی که بهتون معرفی میکنم و دونه دونه براش ویدیو بسازم و دونه به دونه براتون نقد و بررسی کنم که اگر دوست داشتید حتما بگید تا منم این کارو انجام بدم. بریم سراغ نقد و بررسی‌های این فیلم که واقعا نقدای خیلی خوبی گرفته و خب میتونید واقعا لذت ببرید. تماشای این فیلمو به همتون پیشنهاد میکنم به خاطر جایگاه و پیام اجتماعی که داره.
تو چجوری روت میشه حضرت عباس بزنه به اون کمرت؟ خاک بر سر تو. قبل از اینکه فیلم بعدی رو بهتون معرفی کنم ازتون خواهش میکنم اگر تا الان ویدیو رو لایک نکردید، کامنت نذاشتید یا اینکه کانال رو ساب نکردید، حتما این کار رو انجام بدید. قول میدم که از محتوای کانال من لذت خواهید برد، چون من برای تمام سلیقه ها ویدیو میسازم براتون. اگر میخواید به کسی هدیه‌ای بدید، بهترین هدیه از نظر من یه نقاشی از چهره اون شخص، چون این یه کادو موندگاره. اگرم دوست دارید نقاشیتون به این سبک باشه، حتما با آیدی نوشته شده روی ویدیو پیام بدید توی تلگرام. هزینه‌ای که شما میپردازید صرف خرید جهیزیه میشه. فیلم سینمایی بعد سپتامبرهای شیراز. Islamic revolutionaries consolidated power. We are sitting on a time bomb. The country is coming apart at the seams. کارگردانش وین بلره و اقتباسی شده از رمانی به همین نام. بازیگرای مهمش هم آدرین برودی و شهره آغداشی. ولی خب داستانی که داره یه داستان جالب و باحالیه که من بهتون پیشنهاد میکنم اگر علاقه دارید به این سبک از فیلم‌ها تماشا کنید. داستان در مورد یه جواهرشناس ثروتمند ایرانی یهودیه به نام اسحاق امین که همراه زنش فرناز و دوتا از بچه‌هاش توی تهران دارن زندگی میکنن. 8 ماه بعد از انقلاب اسلامی سپاه پاسداران میاد اینو دستگیرش میکنه میبره. این اتفاقات توی دوره‌ایه که اکثر یهودیای ایران دونه بدونه دارن از ایران خارج میشن و میرن. سپاه میاد حمله میکنه به خونه و حتی مغازه و فروشگاه این شخص، هرچی داره نداره رو غارت. اسحاق هم بعد از اینکه میبینه دیگه وضعیت خیلی افتضاح شده، هرچی پول توی بانک داره همه رو میده به سپاه و یه جورای جون خودشو میخره از اونا با پول. زمانی که اونا ولش میکنن، همون شبی که تا میرسه خونه، دو تا تیکه الماس رو قایم کرده بوده. این دو تا تیکه الماس رو میفروشه و دست زن و بچه‌ش رو میگیره و حالا قراره که این خانواده ایرانی یهودی از ایران به طور قاچاقی فرار کنن و برن. و داستان اصلی تازه از اینجا شروع میشه. فیلم خوش ساختیه و اگر دوست داشتید تماشاش کنید حتما. فیلم سینمای بعد زنان بدون مردان. وسایل شما جور میکنی، از خونه بری بیرون پاتو قلم میکنن. زرین فیلم سینمای زنان بدون مردان رو شیرین نشاط کارگردانیش کرد و برگرفته شده از کتاب شهرنوش پارسی. تمامی بازیگران و عوامل این فیلم ایرانیان، بنابراین تماشاش کنید. بازیگرای این فیلم هم مثل زهرا امیر ابراهیمی، نوید اخوان، سعید اویسی، خود شهرنوش پارسی پور، شبنم طلوعی، پگاه فریدونی و یه عالمه بازیگر دیگه. این فیلم هم مثل عنکبوت مقدس توی مراکش فیلم برداری شده، ولی دقیقاً همون فضای ایرانی رو شما میتونی حس کنی. یعنی هیچ حسی نداره که این فیلم خارج از ایران فیلم برداری شده. و در مورد اوضاع نابسامان زنان توی مرداد ماه 1332 توی همون بحبوحه کودتای 28 مرداد، فیلم حول محور زندگی 4 تا زنه که کاراکتر اصلیای این فیلم. یکی از این زنا کنشگر سیاسیه، یکیشون تنفروشه، یکیشون یه زن میان ساله ولی از طبقات بالای اجتماعی و یکیشون هم یه دختر کاملا سنتیه توی طبقه سنتی جامعه. برم یه زن دیگه بگیرم، پس بهتره سرکار خانوم دیگه بسه. بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم هم حتما مثل سنگسار ثریا ببینیدش، چون که این فیلم هم پیام‌های اجتماعی خیلی زیادی رو به همراه داره. اما خب از دیدنش توی جمع حتما خودداری کن. عنکبوت مقدس رو نیاوردم توی لیست به خاطر اینکه یه فیلمیه که همتون در مورد شنیدید. تعداد فیلم دیگه هم هست که توی این ویدیو خب جا نشد که بیارم به خاطر اینکه ویدیو طولانی میشد و تماشا نمی‌کردید. ولی اگه دوست دارید پارت‌های بعدی رو هم بسازم توی کامنت‌ها حتما برام بنویسید. منم مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی و مرسی که از بین این همه کانال منو برای ساب کردن انتخاب کردی. در آخرم مثل همیشه و مثل همه ویدیوها خداحافظ.